با سلام به تمام بینندگان عزیز و ارجمند تلویزیون پاشا. امیدوارم تا این لحظه بهتون خوش گذشته باشه. من فرانسوا هستم. امروز براتون 2 تا نون یا شیرینی، کیک، همه چی در نظر گرفتم تا اونجایی که وقت داشته باشم براتون درست خواهم کرد. اولین کیکی که درست میکنیم بسیار لو فت لو کالری. به خاطر میگم لو فت لو کالری، این برای همه است، نه اینکه برای کسایی که سنشون بالای 50 ساله فقط این لو فت بخورن. نه، از شما از همون سن 20 سالگی مواظب خورد و خوراکتون باشین. تو سن 50 سالگی صحیح و سالمین، وگرنه خیلی هم میبینین که 45-50 سالگی آردی بلاد پرشر دارن، نمیدونم شوگر دارن، این چیزا. اینه که ما سعی میکنیم تو اون برنامه تا اینجا که ممکنه غذاهای هلتی درست کنیم تو ظرف‌های هلتی. اولین شیرینی که من در نظر گرفتم یک کیک، در حقیقت کیک بسیار ساده، کیک سفیده که با پاپی سید توش 100% پاپی سید میاد. پاپی سید یه سید یعنی یه سید خیلی سیاهیه، مثل خشخاش میمونه، ولی در حقیقت خشخاش نیست. برای درست کردن این کیک سفید ما 3 لیوان اینجا که میبینین آرد لازمه. من اینو آردی الک کردم، اینجا گذاشتم، الان در حدود نیم ساعتی است که اینجاست. به علاوه نصف کاپ پودر شکر. تو این پودر شکر در حدود 2 تیبل اسپونم وانیلا، پودر وانیلا ریختم، همین باش مخلوط کردم، این تو هست. به علاوه 1 کاپ شیر که شیرمون اینجاست. به علاوه 1 کاپ هم روغن. وقت این روغن آفتابگردونه. روغن آفتابگردون روغن خیلی هلتی هم هست که میتونید برای شیرینی ها مصرف کنید. 4 عدد تخم مرغ خواهم گذاشت به این، یعنی 4 عدد تخم مرغ استفاده میکنیم. به علاوه وقتی که اینو تو این کیک پز اینجا داریم میپزیم، آناناس ها رو من تهش خواهم چید. قبل از اینکه این مایه که درست کردیم خمیر رو این رو بریزیم، آناناس و چری وسطاش رو میذاریم. وقتی آپساید داون میشه برش میگردیم، بسیار یعنی لذیذه و توش هم میوه هست. خب اولین کاری که میکنیم، ما 4 تا تخم مرغ رو میشکنیم و اینو من درش میارم، چون تو این کیک میکسر میخوایم این کار رو بکنیم. همینجا مستقیم مایه ها رو میریزم این تو به اضافه تخم مرغ، بعد آرد و پودر شکر و وانیلا هم این تو میریزیم. اینو میشکنیم. 4 تا تخم مرغ، خود تخم مرغ کاملا همش زرده و سفیده شد. این 4 تا رو این تو به این صورت میندازیم. این 2. البته همونجور که گفتم طریقه شکوندن تخم مرغ بهتره که شما یا به زمین بزنین، اینجوری نشکنین، چون این تخم مرغ ممکنه بعضی موقع کثیف بشه یا مثلا باکتری چیزی باشه بره توی مایه مخلوط بشه و میخورین ناسالم. ببین اینجوری میشکنینش دیگه این تو نمیره. اینو به این صورت 4 تا تخم مرغ رو این تو میندازین. به علاوه من اینجا ببینم چیزی نیفتاد این تو، ببینین باید مواظب باشید. من اینجا میبینم یه ذره شل تخم مرغ این تو افتاده بود، چون وقتی میندازین میبینین بهتر از اونه که اینجا داریم با ماشین کار میکنیم دونه دونه بشکنیم بندازین، وقت نمیبینین آیا شل پوست تخم مرغ توش بوده یا نه. به علاوه 1 کاپ روغن. این روغنمونم ببینید این درست 1 کاپه که من برای این 2/3 کاپه. به علاوه 1 کاپ شیر. دیگه گفتم اینجا وانیل نمیریزیم، چون تو این پودر وانیل ریختیم. اینه میذاریم این تو، قبلا یه ذره به همش میزنیم این تو به این صورت. اوکی. تو خیلی لو یه خورده به هم میزنید اینو تا مخلوط بشه. بعد شروع میکنیم آرد و شکر رو مخلوطش میکنیم. بعد که به هم زدیم یه مدت 3-4 دقیقه، بعد پاپی سید رو بهش اضافه میکنیم. این دیگه همه چی این تو هست، چیز دیگه هم نمیخواد. خب الان اولین کار که میکنین اینی میریزین، این شکر رو دوباره یه ذره به همش میزنین.
یواش یواش به همش میزنین، یه دفعه هم به هم نزنین چون ممکنه این بپره این آرد و شکن همه جا، بعد آشپزخونه رو دیگه کثیفش کنیم. اینو یواش یواش اینو میریزیم به این صورت. یه خورده هم سرعتش زیاد میکنیم که این شروع بکنه حسابی مخلوط شدن. بس این در حقیقت 3 کاپ آرده. من بعضی موقعا که یه چیزی رو 2-3 بار تکرار میکنم تو عادته، چون من درس آشپزی هم میدم، بعد درس خلبانی هم که میدم عادت کردم اینی که همیشه یه چیز رو 3-4 بار تکرار میکنم. این دلیل از این نیست که تکرار من به خاطر اینه که 100% یادتون باش. ببینید الان اینو حسابی که مخلوط شد میزنم آخرین سرعت، میزنیم این با 4 دقیقه حتما به هم بخوره. این 4 دقیقه که به هم خورد با این اسپاچولا دور و برش تمیز میکنم، مطمئن باشم که این حسابی به هم خورده. عین این که به هم میخوره ما بیاییم اینو حالا بعد باید بذاریم این تو دیگه. اینه من یک کمی دور و برش رو با مارجرین قشنگ مخلوط میکنم که بهش نچسبه. این مایه لیکویده دیگه، به صورت خشک نیست. امکانش از این اگه چربی نباشه کاملا، یعنی به خودش وقتی در میارید امکانش از بچسبه به ته. اینجا به این صورت باید دستتون رو به کار ببرید. اینجور به خصوص این کیک میکس ها که به این صورت میبینی همه جاش بالا پایین داره، 100% باید با دستاتون اینو قشنگ همه جاشو با این مارجرین بمالید. میتونین کره این کار رو بکنید، ولی من کره گفتم هیچ وقت تا اونجایی که میتونم استفاده نمی کنم. بله این قبل از این که این کار رو بکنید 100% این دیگه من بارها تکرار کردم، با دستاتون رو تمیز بشورید 2 بار، نه 1 بار 2 بار. شما اگه تو رستوران، اونایی که کار میکنن تو رستوران بودن و رستوران دارن میدونید یه تستی هست، بخصوص تو کالیفرنیا شما باید این امتحان یه تستی بدید از نظر خورد و خوراک که دارین دست میزنید، اون تست قبول کنید، قبول بشین تا بتونید توی رستوران حتی کار کنید. این چی هست؟ این تست خیلی چیزا یاد میده در مورد خورد و خوراک. مثلا یکی از چیزهای خیلی مهمی که شما باید بدونید، هر وقت شما دستتون رو به دستگیره میزنید، به کلید میزنید، به ماشین میزنید، هر وقت دستتون رو به خورد و خوراک میزنید، به خصوص چیزهای مایع، 2 بار باید بشورید، 2 بار با آب و صابون. بعد برای چی 2 بار؟ به خاطر اینکه اگه بار اول امکان این هست که شما دستاتون دوباره باکتری چیزی توش باشه، خصوص اونا که انگشتر این چیزا هست، اونا دیگه خیلی باید مواظب باشن. اینی که میدونید غذا فود وقتی که میپزید بین 40 تا 140 درجه فارنهایت این بدترین درجه است که شما اگه بیرون بذارید فاسد میشه، بهش میگن فود پویزنینگ. فود پویزنینگ در حقیقت شما غذاتون رو این هر چی که دارین درست میکنید میکروب باکتری وارد میشه پویزن، بعد امکان خطرش هست. بعد هر غذای بین 40 درجه فارنهایت تا 140 درجه فارنهایت باید بعد از بین این دوتا خطرناکترین موقع است. وقتی غذا رو پختی میخواین سرد کنی فوری میذارین یخچال سرد بشه. این دور و برش من اینو تمیز میکنم، میخوام مطمئن باشم که همه جاش به هم خورده. بله به این صورت یه دوباره چند ثانیه دیگه اینو دوباره به هم میزنید، اون دور و براش که چیز بود درست به هم نخورده بود به هم بخوره. خیلی اینو الان وازش میکنید. ببین من پاپیسید رو وقتی میارم بیرون اینجا بیرون میذارم بهش، چون میخوام ببینم در حقیقت وقتی میخواین شما این پاپیسید رو این تو بزنید بایستی لااقل 2 قاشق چایخوری سوپخوری باشه. این 1 قاشق، 2 قاشق، اینا رو این بستگی داره که دیگه چقدر شما میخواین این مخلوط بشه. یعنی 2 قاشق چای، یعنی سوپخوری دیگه اندازه معمولی این هست.
این دیگه الان توش همه چی هست، وانیل هست، شکر هست و تخم مرغ و بعد آرد و عرضم حضورتون که روغن. اینه به این صورت مخلوط میکنیم. خب اینه میذاریم کنار. الان نوبت این آناناساست که میخوایم این تو بچینیم به این صورت. این آناناس رو من خشکش میکنم اینجا کاغذ و این باید خشک باشه، زیاد خیس نباید باشه چون میچسبه تهش. سعی میکنیم اینجوری خشکش کنیم. بغل هم، یعنی شما قبل از اینکه اینو از تو کن در آوردید، تو این حاضری میاد از تو کنها در میارین، بعد میذارین کاملا آبش بره. بعد این طرفش که میخواین این تو بذاریدم کاملا مطمئن بشین که خشک. در البته دستمال تمیز چیزی باید داشته باشید. اینطوری اینه به این صورت این تو میچینین اینطوری. بعدی اینطوری، این آخری هم دوباره اینطوری. این چون شیره داره امکان این هست که وقتی اینو برش میگردونید بچسبه این ته. اینی که باید کاملا این تو رو روغن زده باشید. حالا از این گیلاس ها ما برمیدیم یکی یه دونه اینطوری میذارین. این قسمتی که خیلی شفافه پایین میشه چون وقتی برمیگرده خیلی بهتر دیده بشه. به این صورت یکی یه دونه این وسط میذارین اینطوری، یکی دیگه اینجوری اینجا. حالا این بتلی که درست کردیم اینو میریزین این تو به این صورت. آون 350 درجه آردی گذاشتیم برای 350 درجه. بعد این میره تو آون برای 350 درجه مدت 50 دقیقه معمولا طول میکشه تا قشنگ پخته بشه. این صورت اینو من تمیزش میکنم توشو همه جوشو. بعد اینو ورش میگردونیم از این ور مطمئن باشیم همه جوش داره این به این صورت میره. یعنی خیلی کیک سفید خوشمزه، خیلی هم کالریش پایینه. یعنی به اون صورت که شما میبینید کالری نداره توش، یعنی کره نیست، خامه نیست، هیچ چی نیست، فقط روغن آفتابگردون. میذارین کنار. یه خورده اینجوری به هم میزنین، مطمئن باشین که وسطش هوا نیست، کاملا به این صورت واسطه باید همه جاش یه اندازه باشه. بعد وقتی تو آون میذارید قسمت وسط آون بذارید. اینو میذاریم این تو که این کیس این وقتی میپزه میاد بالا، میاد که بالا نره از این ور اون ور. همیشه زیرش برای سیکیوریتی یه چیزی باید بذارید. اینو میذاریم آون مدت 50 دقیقه. حالا نون بعدی که میخوایم بپزیم، این نون بهش یه نون خیلی ساده است که من این دور و بر جمع میکنم. اون موادی که لازمه میارم اینجا میچینم بهتون نشون بدم طریقه درست کردن اونو. خیلی خب، دومین نونی که گفتم میپزیم نون ذرته. نون ذرت یه نونیست خیلی هلتیه، معمولا برای صبحونه خیلی خوبه درست کنیم با صبحونه میل بفرمین که واقعا یه چیزی که همیشه تو خونه ما هست. برای صبحونه ما نون چیزی نمیخوریم، معمولا این نون که خیلی نون هلتی هم هست در حقیقت درست میکنیم. نون و ذرت یه چیز خیلی ساده است که درست کردنش، منتها فقط چیزی که هست با دقت کامل به کار ببریم. عین این شیرینی کیک اولی، اولین کاری که میکنیم مایه ها رو این تو میریزم دوباره تو این فوت کیک میکسر، همه رو به هم میزنیم. اول مایه ها رو، بعدم چیزهایی که خشکن. برای درست کردن این نون ذرت موادی که لازمه، یک کاپ از همین در حدود یه لیوان از این ارگانیک کورن میل، همین خود ذرت خوردش کردم به صورت آرد. یک کاپ از این استفاده میکنیم که من این یک کاپ رو این تو میریزم به این صورت که این اینجا نشون بده یک کاپشو. ببینید این تو این درست اینجا میبینم یک کاپه. یه لیوان از این
ذرت. این نگاه کنید اینجا 1 2 3 بعد این 1 کاپ. 1 کاپ هم آرد اینم مخلوطش میکنم. این تو 2/3 کاپ شکر معمولی اینم این تو میریزیم. من اول گفتم این مواد خشک این تو میریزم که شما ببینین. در حدود 2 قاشق چای خوری هم بیکینگ پاودر. اینم قاشق چای خوری 2 قاشق کاملا اینجا به هم میزنیم. 1 قاشق. این بیکینگ پاودر چیکار میکنه؟ اینو وقتی میپزه یه نوع اسیدیتی میره این توی این خمیر رو فشار میده میاد بالا. خب اینجا گنفله میشه یعنی میاد بالا. به علاوه 1 قاشق چای خوری هم نمک این تو لازمه. 1 قاشق چای خوری هم نمک این تو میزنیم به این صورت. این مواد خشک. حالا مواد ترمون اینو من اینجا میریزم که بعد مخلوط کنم اونجا. ببینید مواد تر 2/3 کاپ دوباره من اینا در میارم مستقیم این تو. 2/3 کاپ روغن دوباره همون چی؟ روغن معمولی، روغن آفتابگردون. معمولا روغن زیتون رو خام خوردنش خیلی خوبه، ولی میدونین روغن زیتون رو شما تو اینجور شیرینی‌ها میپزین یا نون هرچی خیلی سنگین میشه. روغن زیتون هم باید بدونید روغن خیلی حساسی، روغن خوبیه، ولی چیزی که هست این روغن اگه زیاد بپزه یعنی بسوزین موقع پختن امکان این است که یه سم خطرناکی میشه. برای اینم که اینجا ما عرضم حضورتون 1 کاپ هم شیر داریم که این تو من 1 کاپ میریزم اینجوری بدونیم دقیقاً اینو این تو میریزیم. اینم 1 کاپ. 1 تخم مرغ هم لازمه اینجا برای این. 1 تخم مرغ هم میشکنیم اینجوری به این صورت. دوباره این تو به این صورت میندازیم. مطمئن باشین که پوست تخم مرغ توی این مایه نره. بسیار خوب. اینا رو به هم میزنیم حسابی. دوباره مثل همون اولی ما اینا رو میذاریم کنار. وقت اینو تو این پن دوباره روغن زدم دوره برشو تو این نوع پن این روغن نون ذرت رو میپزیم. این اولین کار میکنیم اینو میذاریم اینجا قشنگ به هم بخوره یه ذره. منتها این دفعه میبینید سر این فود کیک میکسر رو عوض کردم به این صورت. اینو یه ذره به همش میزنیم. بعد یواش یواش خود اینو میریزیم. این مخلوط آرد و پودر ذرت و بیکینگ پاودر و نمک اینو میریزین این تو به این صورت. یواش یواش باید شروع کنیم به زدن. باید مواظب باشید که یه دفعه اولش به هم نزنید میپره بیرون یعنی نپره. اینو میذارید تو سرعت یواش. بعد یواش یواش سرعتش زیاد میکنه. این در حدود 2 دقیقه طول میکشه کاملا به هم بخوره. این نون ذرت انواع اقسام سرو میشه. شما میتونید تو این نون ذرت اگه دوست داشته باشید کشمیش بزنید. اگه میخواین شیرین بشه میتونین از این میوه های خشک بزنید. یعنی یه نون خیلی هلتی هر چی که دوست داشته باشین میتونین اینو توش اضافه کنید. معمولا این نوع سادهشه که من درست میکنم. بعد این که این برای برکفاست گفتم خیلی چیز خوبیه صبحونه مصرف بشه. معمولا با کره یه ذره با یه کمی مربا و چای شیرین بهترین صبحونه است. اینو بله این به این صورت که میبینی این دورورش رو حسابی تمیز کنیم. مطمئن باشین که این توی این فوت میکسر چیزی نچسبیده باشه. بله خورده دیگه دوباره به همش میزنیم. خب
این نون ذرت ماست که این تو گفتم اینو من قبلا دور و برش رو دوباره کره یا همین مارجرین رو مالیدم که نچسبه، وقتی میخواد بیاد بیرون خیلی ساده در بیاد. ببینید این مایه به این صورته. از این طرف زدم که شما ببینید. اینو اینطوری تمیزش میکنیم به این صورت. این کل کالری که برای یک سروینگ، یعنی شما وقتی سرو میکنید اینو اندازه که برای یه نفر برای صبحونش باشه، کلیه کالری که این تو هست 180 تا بیشتر نیست. اینم میره تو آوون 400 درجه مدت 20 تا 25 دقیقه حاضر میشه. بعد 25 دقیقه وقتی در آوردم اینو بهتون نشون میدم چطوری. خیلی خوب. نون سومی که میخوایم بپزیم این یه نون خیلی ساده، اینم برای همیشه میتونه استفاده کنین، لانچ، دینر، معمولا برای ساندویچ جون میده. اینو نون پاپیسیت، نون ساده است که تخم مرغ با شیر، به جای آب شیر استفاده میکنیم. من اگه اینجا نگاه کنید اینجا در حدود 1.5 کاپ شیر دارم، توش از این یست در حدود 2 تیبل اسپون، یعنی 2 تیسپون، 2 قاشق چایخوری از این یست این تو ریختم تو شیر ولرم. شیرش نباید سرد بشه. این تو ریختم اندازه حدود 5 دقیقه پیش. یه تخم مرغ هم بعداً این تو میشکنیم، روش استفاده میکنیم. الان وقتی که این برد تمام شد دیگه احتیاج نیست بذاریم بار بیاد، مستقیم میریزیم تو این پن، بعد تو آوون 425 درجه به مدت 15 دقیقه حاضره. خب دوباره تو همین کیک میکسر من این در حقیقت 1.5 کاپ شیر رو میریزم که توش هم گفتم همین خمیر مایه است که ریختیم. بعد اینو یواش یواش چون شیرش گرم بوده خمیر مایه رو ریختیم، این دیگه خودش یواش یواش خمیر مایه اون تو مخلوطه. آرد 4 کاپه. 4 کاپ آرد وید برده، یعنی آرد قهوه‌ایه، سفید نیست. این آرد رو یواش یواش به هم میزنیم، دوباره به همش میزنیم تا یه خمیر نون، مثل خمیر نون به اون صورت ببینید در میاد. یه خود ثبت میکنیم تا حسابی من ببندم که اینجوری نپره زیاد. بله این میشه یه خمیر نونی که معمولا میپزید به این صورت. گفتم بعدم یه تخم مرغ هم این تو میشکنیم، میندازیم این تو. یه تخم مرغ هم من اینجا اینو دیگه اینجا میشکنمش به این صورت، اینم میندازم این تو. حالا اینو مخلوطش میکنین. اینه یه چند دقیقه طول میکشه واقعا یه خمیری باشه که میخواین، مثل خمیر نونوایی دیگه. منتها این چون تو شیر هست خیلی خمیر پوکی خواهد شد. وقتی که تموم شد سر روشم قبل از اینکه تو آون بذارین بس همین پاپیسیت دوباره روش میریزیم. ببینید دوباره من اینو به این صورت دوباره تو این قسمت که میخوام بپزم، این یکی توی این پن، دوباره توی اینو قشنگ مارجرین مالیندم که همه جوش وقتی این نون میاد بیرون خیلی ساده بیاد بیرون، یعنی نچسبه دور برش. اینه باید یه خورده محکم به هم بزنید الان تا کاملا به هم بخوره. خیلی خوب. ببینید این یه خمیریست مثل خمیر نون. اینو ما همینجوری این تو به این صورت میذاریم، بعد پهنش میکنیم دیگه. کار که واسطید این خمیر بار بیاد نیست، این مستقیم این تو به این صورت میذارید مثل نون دهاتی های قدیمی که هست به اون صورت. این نون یه نون خیلی، یعنی شکلش هر جوری که شما دوست داشته باشید، یعنی به صورت یه شکل فرزند دستی خیلی دهاتی وار
معمولا درست میشه. این به خاطر این که میتونید یا فرضاً اگه خواستید تو ظرفای خیلی کوچولو اندیویدوالی اینو درست کنید، ولی ما اینو به این صورت میخوابونیم اینطوری. بعد گفتم آخر سر وقتی هم که تموم شد شما رو این یه خورده پاپی سید میریزین، به خاطر اینکه این با سید خیلی خوشمزه تره. معمولا روش هم وقتی که تموم میشه میتونی یه خورده شیر بمالین که قشنگ این خودشو وقتی میاد بیرون شفافتره، یعنی هم شفافتره هم سرش هم کریسپی تره. ببینی این نون رو میبینی من به همین جوری یه شکل خیلی دستی ساده درست میکنم به این صورت. حالا یه خود پاپی سید این رو میریزیم به این صورت، این میره تو آوون 425 درجه به مدت 15 دقیقه. بعد 15 دقیقه این حاضره با بقیه اون نونی که درست کردیم، نون شیرینی سفید که همون کیک سفیده به علاوه اون نون قبلی، همه رو با هم سرو میکنیم. بعد این شیرینی که تموم شده و درست کردم شیرینی اولمون رو، در حقیقت همون کیک روشم برای اینکه تزیینی بدیم من اینجا آرد یعنی در حقیقت پودر شکر رو با شیر مخلوط کردم به صورت همین جوری. می‌بینیم به صورت یه شیره روی این کیک خواهیم ریخت. خب اینو من میذارم آوون و 425 درجه مدت 15 دقیقه حاضر. خیلی خوب، همون جوری که می‌بینین تمام این شیرینی این کیکمون به اضافه نونی که اینجا درست کردیم هم الان داره سرد میشه. هر سه تا حاضره. این به اضافه این نون ذرت که کمی هم شیرینه، اینا رو من هر سه اینجا میشونم. بسیار اصلا بوشون خیلی نشون میده که خیلی خوشمزه است. من گفتم اینجا یه کمی شیر رو با پودر شکر قاطی کردم روی این کیک سفیدمون. یه خود همینجوری به عنوان مثل دکور این رو اینطوری میدین شما. خورده این باید یه شکل خیلی خوشمزه با این میشه به این صورت. این یه نوع آیسینگ در حقیقت. همه آیسینگ هایی که رو اون کیک ها میبینید به این صورت درست میشه. حالا کم و زیاد خودتون میتونید اینو درست کنید. یه کمی هم بد نیست همون پودر شکر این رو بزنید. هرچی این یعنی هرچی تمیزتر بشه خیلی قشنگ میشه. میتونید روی اینم بزنید چون اینم شیرینه. به این صورت اینا رو تموم میکنیم. این نون ما نون کامپاین، یعنی همین نون دهاتی ها که درست میکنن، بسیار نون خوشمزه. شما میدونید با درست کردن این سه تا وقتی شما اینا رو تو خونه خودتون درست میکنین واقعا لذت میبرین. اول از این که خودتون درست کردین، میدونین موادی که به کار بردین چی بوده. بعد حسابش کنید تو این زمانه که همه سعی میکنن دلار رو سیو کنن، به جای اینکه برین شما از استور اینا رو بخرین به قیمت‌های خیلی گرون واقعا و نمیدونید واقعا چه جوری درست شده، با چه موادی درست شده، آیا روغن داشته، کره داشته، چه جور نوعی بوده، چه نوع گی بوده. اینه که اینایی که وقتی خودتون درست میکنین اولا خیلی در مورد پول صرفه جویی میکنید و میدونید موادی که به کار بردید واقعا یه چیز سالمیه. این نون کامپاین بسیار نون هلتی سالمیه، هیچی توش نیست، فقط نونه. ببینید خمیر با اون وقت خیلی نون پوکیه در حقیقت، واقعا اینکه با شیر گرم درست شده. بعد این کیک سفید ما که توش پاپیسید هست، دیدید فقط یه لیوان این تو روغن بوده و علاوه تخم مرغ، اینم خیلی لوفته. بعد این نون ذرت ما که بسیار نون خوشمزه‌ایه واقعا. اینو میتونید شما با هر صبحونه این نون ذرت رو بخورین، بسیار خوشمزه است. گفتم با درست کردن اینا واقعا شف خودتون بودید و میدونید چی درست کردید.
و حتما هم از درست کردنش خیلی خوشحال خواهید شد. من امیدوارم از این برنامه تا اونجا که تونستم درست کرده باشم به نفع احسن و شما خوشتون اومده باشه. هر گونه سوالاتی، هر چی باشه برای من ایمیل کنید به آدرس ایمیل من که زیر نوشته میشه. ایمیل کنید، هر گونه سوالی باشه من با کمال میل اینجا هستم بهتون جواب بدم و تا اونجا که بتونم به همه شما جواب خواهم داد. این برنامه بود که امروز براتون تهیه کردم. نون ذرت، شیرینی سفید، نون کمپاین، این 3 شیرینی و نون رو با هم درست کنید و انشالله که حتما درست خواهید کرد. با درست کردن اونم لذت خواهید برد. تا برنامه دیگه همه شما رو به خدا میسپارم. خدا حافظ. بون اپیتی.